دوستا و بیننده های عزیز، بازم سلام. ما در قسمت سر کوتل خوجنک پای هستیم که اسکاتور فعلا در قسمت بین گلایی هفتم و ششم کار میکنه. چند روز میشه که کار اینجا دوباره کار آغاز شده توسط اسکاتور؟ اینجا 3 روز میشه که کار آغاز شده که 2 روز 1.5 روز در پایین از این تپه در اینجا کار میکردیم. خب قسمت همون سنگکاره؟ آره همون سنگکاره را اونجا پرکاری هم داشت دیگه، از جی کمر هم که کار میکرد سنگش را دیگه 1.5 روز اونجا کار کردیم، 1.5 روز دیگه میشه که بازم در اینجا آمدیم. سلام و وقت بخیری خدمت تمام عزیزا و هموطنای نازنین. امیدوارم که در هر جای هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. عزیزای بیننده هموطنای نازنین، در سرگ کوتل خوجنک پای سمت دایکندی قرار داریم و از آخرین جزئیات و پیشرفت کاری قریه خوجنک پای برای شما امروز گزارش دارم که شما در ویدیوهای قبلی دیدید. گلای پنجم کار شده بود و قسمت گردنه تپم، اما بعد از یک وقفه 8-9 روزه که اسکاتور در منطقه تاله در پول که توسط انکشاف دهات اونجا کار میشه قسمت کندنکاری پایه رفته بود. امروز روز سوم است که اسکاتور دوباره به کار سرگ خوجنک پای شروع کرده و ما دقیقا در گردنه از تپه بین گلایی پنجم و ششم قرار داریم که این قسمت شما قبلا هم شاید دیده باشید که در ویدیو گفتم که ایسا سنگکاره است، اما این تا پیش همزی کار ازی به پایان رسیده و از پیش ازی کو به بالا کار دوباره از قسمت پشت ازی کو شروع کرده که دوباره عمل هم اسکاتور در حال کار است دیگه، به خاطر ازی که ریزش سنگ از بالا سرک پایین تخریب کار از بالا شروع کرده که از بالا بیا کار کرده پایین و قسمت هایی که ریزش میشه باز بلند کرده. اگر از پایین کار کرده سر بالا بره باز دوباره از بالا ریزش سرک برنه ریزش میاد در سرک پایین و این دوباره کاری میشه. به خاطر نمیزی کار اسکاتور از بالا آغاز کرده و ما موریم در گلایی ششم که فعلا اسکاتور بین گلایی ششم و هفتم در حال کار است و از گلایی ششم سمت گلایی هفتم هم برای شما نشان خواهیم داد. گردنه از این تپه هم که 3 متر کات میشه او هم برای شما نشان خواهیم داد. یعنی قسمت پیش از این کو است که اینی سنگای کلان در اینی قسمت پیش رو بود که توسط جی کمر مایده شده دیگه. یعنی قسمت هم سنگ خیلی کلانی بود که این هم بینی سنگ زده و در این قسمت سرک کنه پرکاری کرده دیگه. اینزی قسمت که این پرکاری تا اینزی قسمت ای تا از او سنگ ای پرکاری میشه، یعنی شاید در حدود 3 متری پرکاری شده به خاطر از که همین شیب گلای ششم گرفته شود. ای از مسیر پیش همزی کو پرکاری میشه ادامه پیدا مونه تا امی سنگ کلانه. دمی سنگ کلان دیگه خلاص میشه و از او بعد میرسه در گلای ششم که فعلا از جایی که ما موقعیت داریم تا گلای ششم 30 متر است که همین سرگ کونه پراخکاری میشه و این ساعتی که ما قرار داریم در این ساعت پرکاری میشه که پرکاری از این باید در آخر سر صورت بگیره به خاطر از اینکه اینو و موتورای کلان کار داره. اگر بخوای با پاکت پرکاری کنی، پاکت یک مرحله از او قسمت اگه بکنه باید تا 4-5 مرحله رو که پالو بیده در این قسمت ها میرسه، اما این هزینهش زیاد میشه، وقت گیرم هست دیگه. طبقی که انجینر صاحب نجیر گفته باید شما همین مرحله اول کارش را به می شکل پیش ببرید و در آخر که کوتل آخر شد یعنی کوتل سر شد بعد دوباره از او طرف سرپایین پرکاری کرده و تعمیرکاری کرده، دوباره مردم از پشت سرش تمیزکاری کرده بیا پایین دیگه. موریم در گلای ششم سمت گلای هفتم هم برای شما نشان میدیم که چقدر کار در اونجا تایی 2 روز و 3 روز انجام شده. دوستای عزیز، این هم گلای پنجم که شما میبینید چقدر قشنگ و این سرگه که
هست آمده. شما در تصویر میبینید که چقدر هموار و قشنگ آمده. دیگه ما از پایین کو برای شما قبلتر ویدیو گرفتیم. در می ویدیو شاید شما دیده باشید که از ته کو می آمد سمت گلایه ششم که در این قسمت گفتیم پرکاری میشه و هم گلایه ششم است که در حدود از زیر از کو تا گلایه ششم از 3 متر باقی بود و اینی هم قسمت گردنه تپه است دوستا که در حدود 3 متری گردنه تپه باید کندنکاری شود که یک مرحله در حدود 1.5 متر ای کندنکاری شده و از این قسمت هم اینمی سرک کنه پرخکاری میشه و 2-3 تا بادام هم متاسفانه زده میشه که ای در گلایه ششم وصل میشه. اما از این به این طرف دیگه بازم همی مسیر قبلی و سرک کنه است که ما را سمت گلایه هفتم. گلایه هفتم خالی هم قسمت خود گلایه 140 متری پیش ما را قسمتی اوزو بادامی که شما ببینید پیش انگشت از ما قرار داره پشت سر از او گلایه زده میشه و دوباره از اونجا که دور بخوره دیگه میرسیم در ختم گلایه آخر که گلایه هشتم هستن. دیگه فعلا دمی قسمت بین گلایه ششم و هفتم کار جریان داره. قرار است که از قسمت پیش از او کوی که فعلا اسکاوتور در حال کار است از او قسمتی به سمت پایین کار شود تا گلایه ششم تازه از کور وصل شود که این در حدود شاید 4 روز 5 روزی کار از خلاص شود. دیگه از او بعد بازم دوباره باید که از بالا سمت بالا کار رو به پایین شروع کنی، به خاطر که اگر از بالا به پایین شروع نکنی سنگایی که از بالا میه و سرک پایینی رو تخریب مونه و سرک پایینی رو بسته و خراب مونه. دیگه باید از این بعد از بالا رو به پایین کار شروع شود و کار باید شود. دیگه مسئول بیلم هم اینجا هست دوستان عزیز. دیگه موریم با مسئول بیلم همراه میشیم که فعلا ساعتای کاری اسکاوتور چند ساعت شده. دیگه یعنی گردنه از تپه مشکلش در کجا هست که این قسمت هم 2 بار 3 بار پاکت خاک را جابجا مونه، به خاطر که این طرف از این کلن کو هست دیگه اجازه نمیده که خاک پایین بره. یعنی خب باید 2-3 مرحله خاک از این خاک برداری شود. این دیگه وقتگیر و زمانگیر است. دوستای عزیز هموطنان نازنین با مسئول بیل کسی که ساعتای کاری بیل اسکاوتور را قید منه همراه میشیم و از این سوال میکنیم که بیل چند روز میشه که بعد از یک وقفه که در تاله رفته بود اینجا دوباره کار آغاز شده. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ سلامت؟ خوب صحتمند باشید. آقای صالحی عزیز برای هموطنا بگویید طرفدارای سازندگی بعد از یک وقفه که بیل در منطقه تاله روی رودخانه اونجا جای پول را میکن، یعنی چند روز میشه که کار اینجا دوباره کار آغاز شده توسط اسکاوتور؟ اینجا 3 روز میشه که کار آغاز شده که 2 روز 1.5 روز در پایین از تپه در اینجا کار میکردیم. خب قسمت همون سنگکاره؟ آره همون سنگکاره را اونجا پرکاری هم داشت دیگه از جیکمر هم که کار میکرد سنگش را دیگه 1.5 روز اونجا کار کردیم 1.5 روز دیگه میشه که بازم در اینجا مونیم. خب دیگه چه رقم گردنه تپه که فعلا 1.5 متر کندنکاریش ده بازم نیاز داره بازم میره انجینر صاحب گفته باید 3 متر زده شونه من فقط 3 متر زده شونه که شیب از پایینی برابر شونه. اینجی تپه بوده دیگه؟ آره تپه بود باز 1.5 متر زده شده 1.5 متر دیگه بازم ان شاء الله زده میشه که من دفعه بازم پولکاری میشه. خب دلیلی که شما از بین گلایه هفتم و ششم کار شروع کردید چی دلیل از چی است؟ به خاطر از اینکه سنگ پایین میره. سنگ مثلا اینجا کو ریگش زیاد سنگای بزرگ نداره، کچا نداره. سنگای کچا مثلا یورو تا سر تخریب مثلا کار شده را. سر کار شده تخریب میشه. آره سر گالم یک مقدار سنگ رفته شاید آره یک مقدار سنگ بزرگ باشه مثلا کچا باشه میتونه او را تخریب کنه. خاطر از اینکه سرک کار شده تخریب نشه کار از بالا رو به پایین کار میشه از این بابت. آره دیگه به خاطر شیب هست. شیب معلومشون از اینجا از خود هم خانی کنه دیگه به خاطر از هم هست. خب دیگه ساعتای کاری بیل تا امروز چند ساعت شده؟
ساعتای کاری بیلی که ما حساب کردیم در سرک 640 ساعت شده کار کردیم. قسمت متراژ کوتل خوشنکبه که در عموم 5350 متره نه؟ 5250 متر. دیگه از این متراژ کاری، از این تعداد متراژی که در کوتل موجود است چقدر کار شده؟ 3200 که 3000 متر، 3200 متر. دیگه بازم که این حتما دوباره کاری میخواد دیگه، قسمت تعمیر کاری و چیزا پشت سرش کار باقی مانده دیگه. جایی که سنگ مانده اونا چی میخواد، برنه میخواد که کاچاوشون مثلا برنه بزنه، باز دوباره یا اسپاتوب سنگایش بلگنه کار داره. 20 روز دیگه، یک ماه دیگه بعد از این کار داره، مثلا جایی که بنده کار داره. خب زنده باش، تشکر. سلامت بشه، زنده باشه، خدا. خب دوستان ما از جریان بلمک گزارشی برای شما داشته باشم که بل فعلا شرخمی کار منه دیگه. فعلا در قسمت های سرک کونه هستیم که سرک های کونه پرخکاری میشه دیگه. به این خاطر کار یک داره پیشرفت چه خوب است، اما در ساعت بلندتر که میرسیم بازم سنگکاره هست دیگه. بعد ساعت چی سختکاره و سنگکاره هم وجود داره، اما بازم خوبه. سرکی که قبلا مشرا رفت آمد مونه دیگه که تعمیر کاری شوه، کارش از سرک ناکار کده بهتر است دیگه، یعنی زودتر کار خواهد شد. سلام علیکم. خوب است؟ بخیر جانجوره. چیز بار کده بخیره؟ گندومه. کجا رهی بخیر؟ گندم بار کده؟ ماشاءالله.
دوستا و بیننده های عزیز، بازم سلام. ما در قسمت سر کوتل خوجینک پای هستیم که اسکواتور فعلا در قسمت بین گلایی هفتم و ششم کار میکنه که شما میبینید اسکواتور دمو قسمت گردنی از تپه کار مونه. میگه فعلا اینی سرک قدیمی تعمیرکاری میشه که پراخکاری شاید قسمت تعمیرکاری پراخکاری کار از قبل که پیشرفتش خوبتر خواهد بود که تا برسه در اینی گلایی هفتم که اینی گلایی هفتم یک کمک 1 متر پیش می آید زیر از این کوه که از اینجا پس دوباره دور بخوره میره سمت گلایی هشتم که گلایی آخر است. فعلا بعد از یک وقفه 8 روزه اسکواتور کار دوباره آغاز کرده که در موقعیتی که فعلا اسکواتور کار مونه پشت سر از او در حدود 80 متر باقی مانده که او یک گلایی داره و بقیهش سرک کونه تعمیر و هموارکاری و پرخکاری خواهد شد. دیگه سلامتی و سرفرازی تمام هموطنا و خیرین نازنین. این بود برنامه ما. تا ویدیو این بعد شما را به خداوند پاک و بینیاز میسپاریم.